حکمت از بزرگان: به کوچک بودن گناه نظر مکن. به نام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بلال ابن سعد رحمت الله بر او میگویند: به کوچک بودن گناه نظر مکن، ولیکن نظر کن که تو کی را نافرمانی کرده ایستاده ای. بله برادر و خواهر ایمانیم، گناه کردن این نافرمانی کردن پروردگار است. این نافرمانی کردن بر آن خالق است که تو را خلق کرد و به تو بسیار نعمتها داد و ناوابسته از این نعمتها تو باز به کار دست زدی که او از انجام دادن این کار راضی نیست و او این را منع کرده است. پس دوستان عزیز، نظر نکنیم به کوچک بودن گناه، بلکه نظر کنیم که چه کسی را ما نافرمانی کرده ایستاده ایم. دوستان عزیز، اگر یک چند مراتبه نافرمان برداری پدر و مادر کنیم، آنها چقدر از ما خفه می شوند و از کارهای ما راضی نمی شوند. و شما تصور کنید که هر گناهی که ما انجام می دهیم، این نافرمان برداری خالق ماست و خالق پدر و مادر ماست. پس دوست عزیزم، فریفته این دنیا نشو. روز این دنیا را ما ترک میکنیم. به این سبب آخرت را به دنیا مفروش. برای آباد کردن آخرت کوشش کن و از هر گناه چه بزرگ باشد و چه کوچک دست بکش و فرموده های الله سبحانه و تعالی را عمل کن و پیروی پیامبر صلی الله علیه و سلم باش. این است خوشبختی این دنیا و آخرت. این است راه نجات از دوزخ. پس الان فرصت داریم، فرصتی توبه کردن، فرصتی از گناه دست کشیدن و بازگشتن به سوی پروردگار، به سوی خالق ما. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.